درود بر شما. مهدی پورجم هستم، مشاور مراقبت‌های زیبایی. با من همراه باشید. پوست شما چقدر برای شما مهمه؟ آیا اصلاً به یه سری از نکات دقت میکنین؟ یا اصلاً مراقبت‌های درستی از پوستتون میکنید یا خیر؟ و طبق هزاران مشاوره‌ای که داشتم، به هیچ عنوان افراد مراقبت‌های درستی از زیباییشون ندارن. میتونم بهتون بگم یکی از مهمترین هاش نداشتن شوینده مناسبه. فکر میکنید افراد چه چیزایی استفاده میکنن برای پوستشون؟ یک مایع دستشویی، شامپوی سر، شامپو بدن، ریکا، آیا اینا شوینده های مناسبی هستن؟ چقدر پوست شما برای شما مهمه؟ این ناراحت کننده است. درصد افراد فکر میکنن اصلا نباید به این چیزا اهمیت بدن، ولی مهمترینش این نکات خیلی کوچیکیه که شما باید بهش دقت بکنید. امروز میخوام در مورد شوینده ها با شما صحبت بکنم، چیزی که خیلی مهمه و نادیده گرفته میشه. اولین کاری که شوینده های نامناسب برای شما انجام میدن، نه تنها چربی اضافه و مفید پوستتون رو میگیرن، بلکه باعث ایجاد چربی بیش از حد روی پوستتون میشن. چرا که سیستم یک حالت دفاعی داره و برای اینکه بخواد خودش رو مرطوب نگه داره مجبوری که چربی تولید بکنه و این کار باعث ایجاد آکنه و پوست پرتقالی میشه. به مرور زمان باعث میشه که پوست شما چروک بشه یا حالت برق زدگی و چربی بیش از حد داشته باشید، آرایش به خوبی روش نشینه و اتفاقهای دیگر رو در بر داره. شوینده های نامناسب باعث خشکی پوست شما میشن، باعث کدر شدن پوست شما میشن، باعث افتادگی پوست شما میشن، باعث کم آبی پوست شما میشن. اگر شما از شوینده استفاده میکنید که پس از شستشو احساس خشکی میکنین، احساس کشیدگی توی پوستتون میکنین، یعنی از شوینده مناسبی استفاده نمیکنید و یه مقداری زمان بره که شما بخواید پوستتون رو به حالت نرمال برگردونید و نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ای داره. ولی هیچ وقت دیر نیست. اگر شروع بکنید به مراقبت‌های درست، پوست شما به مرور زمان واکنش نشون میده و به حالت نرمال خودش برگرده. اما این نیازمنده این که یه سری عادت‌های خیلی کوچیک رو در زندگیتون به وجود بیارید. نکات خیلی زیادی در مورد شوینده ها وجود داره. برای اینکه بتونم این ویدیو رو خیلی کوتاهش بکنم، خیلی کوچک و نکات مهمش به شما توضیح دادم، اما بدونید این یک سر سوزنی از این موضوع بود که من در موردش صحبت کردم. شوینده ها رو جدی بگیرید و همیشه توی زندگیتون از اونها استفاده کنید، چون نقش بسیار بسیار مهمی در زیبایی شما دارن. از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید سپاسگزارم.